آمریکایی‌ها، اونایی که با سیاست‌های این منطقه آشنا هستن، میدانند که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که اون در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. صدمه آمریکا و اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بمانه، صدمه جبران ناپذیر خواهد بود. آمریکایی‌ها، اونایی که با سیاست‌های این منطقه آشنا هستن، میدانند که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که اون در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. صدمه آمریکا و اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بمانه، صدمه جبران ناپذیر خواهد بود.